سلام دوباره به شما. اگه یادتون باشه من توی اینستاگرام یه پستی گذاشتم و در مورد یک مطلبی باهاتون صحبت کردیم به نام کمالگرایی که خودم خیلی درگیرش بودم و خودم اولش متوجه نمی‌شدم که دقیقاً این مشکل از کجا سرچشمه میگیره، ولی وقتی رفتم در موردش مطالعه کردم متوجه شدم که دقیقاً این برمیگرده به قضیه کمالگرایی و یه جورایی تمرین کردم که این قضیه بیاد کاهش پیدا بکنه و واقعا نتیجهش رو توی زندگی روزمره‌ام دیدم. اما این مطالعه توسط یک کتابی بود به نام کتاب چگونه کمالگرا نباشیم از استفان گایز. من این قسمت رو هم جزء رمان‌های وسوسه‌انگیز گذاشتم. درسته که رمان نیستش ولی خب کتابیه که واقعا وسوسه‌انگیزه برای اونایی که کمالگرا هستن. توی این فیلم میخوام خیلی مختصر و خیلی خلاصه در مورد یه سری نکات مهمی که از توش من گرفتم و یادداشتش کردم برای خودم، مخصوصا تو سالنامه 1404 هم نوشتم که هر روز بخونمش و مرورش کنم، چون همونطور که میدونید یکی چیزی که توی مدت‌ها برای آدم به وجود میاد، مثلا کلی عوامل داره، کلی ریسک فاکتور داره که فرد دچار شخصیتی بشه. خب شما نمیتونید که با یکی دو جمله یا یکی دو تا کتاب مثلا قضیهش رو سرتهش رو هم بیارید. حتما باید این جملاتی که حالا از طریق اون مثلا کتاب یاد میگیرید یا الان مثلا به شما میگم رو یادداشت بکنید و واقعا تمرینش بکنید. شاید 6 ماه 7 ماه نیاز باشه که این جملات رو واقعا تو زندگیتون به کار ببرید. حالا من خیلی سریع و با عجله برای که وقتتون خیلی گرفته نشه میام چند تا از مهمترین قسمت‌هاش رو برای شما میگم. اولی و مهمترین قسمتش که توی فصل 1 در موردش صحبت میکنه انتظارات پایینه. استفان گایز میگه که وقتی که شما انتظارات پایین نسبت به زندگی دارید، مثلا بر فرض مثال میگید که من میخوام برم رستوران و یه غذایی بخورم. وقتی تو ذهنتون این باشه که این غذا حدوداً 2 میلیون یا 3 میلیون تومان میشه برای هر وعده و به اندازه اون تلاش میکنید که پول با خودتون ببرید رستوران و وقتی که میبینید که کلا غذاتون شده 800,000 تومان خیلی خوشحال میشید. اما وقتی که ببینید که کلا تو ذهنتون باشه که خب من میرم رستوران و با مثلا 800-900,000 تومان یه غذا میخورم، وقتی یهو میبینید که شده 3 میلیون تومان یا مثلا یه مقدار دچار احساس این میشید که وای چقدر من مثلا بدبخت شدم، الان کل پولام رفت، اصلا اون رستوران رفتنه و اون تفریحه و اینا کلا زهرمارتون میشه. مثلا چه انتظارات پایین باعث خوشبختی میشه، این واقعا اصلیه که باید با خودتون خیلی تمرینش بکنید. یعنی اگه تو ذهنتون این هستش که مثلا یه خونه بخرید، تو ذهنتون نباشه که یه خونه مجلل قصر 300-400 متری تهیه بکنید با بهترین متریال. تو نظرتون باشه که من یه آدمی هستم که با 80 متر خونه هم در یک جای ساده با یک دیزاین ساده توی یک محله ساده هم خوشحال هستم با کسی که حالا عاشقم و من عاشقشم. در نتیجه وقتی حالا با اون فرد می توی خونه که 150 متره یا 200 متره خیلی خوشحال تر میشید. مورد چند تا نکته هست، چند تا جمله هست، اینا رو بهتون فقط میخونم و شما میتونید یادداشتش بکنید و بعد روش فکر بکنید. یکی اینکه کمتر به شکست اهمیت بده، بیشتر به پیروزی فکر کن. کمتر به نتیجه فکر کن، بیشتر به خود کار فکر کن. این مهمترین چیزی بودش که من توی کتاب استفان گایز دیدم و میگفتش افراد کمالگرا افرادی هستن که خیلی از کارها رو چون میخوان به بهترین نحو ممکن انجام بدن میگن که خب باشه حالا در شرایطی که برای من به وجود میاد یا شرایط حالا خوبی که برای من در آینده به وجود میاد، من میرم در اون شرایط حتما کارو میکنم. حتما مثلا باید برم مت یوگا داشته باشم که یوگا تمرین بکنم. حتما باید چراغا همه روشن باشه، یه باد ملایم بیاد که من بتونم مطالعه بکنم. درش میگه اینقدر فکر نکن که حالا من این کارو میخوام بکنم شرایطش مدلی، کارو بکن، شروع کن. فقط تو شروع کن، خود اون کار به تو یه احساسی میده. هر کاری که شما انجام میدید اولش شاید سخت باشه ولی نیم ساعت 40 دقیقه وقتی اون کار رو انجام میدید کم کم بهتون یک فیدبکی میده و اون فیدبک خودش باعث میشه که شما به سمت اون کار بیشتر جلو برید. مثلا چون میگه شروع کن کار رو. یک مورد این هستش و یکی هم که میگه اینقدر به نتیجه کار فکر نکنید، اینقدر فکر نکن که من ممکنه که شکست بخورم توی این کار.
بیشتر سعی کنید که شروع بکنید و یه پلن‌ریزی خیلی خوب و دقیق برای خودتون داشته باشید و اینقدر به نتیجه فکر نکنید. راه افکار منفی رو باز بگذارید. یک مطالعه انجام شده و دیدن افرادی که هی با خودشون تمرین میکنن که یه سری فوبیاها که حالا ترسشون هستش، از یه سری افراد که بدشون میاد یا از یه سری وقایعی که ازش متنفرن، وقتی که در مورد اینها میخوان هی بگن نه من نباید به این فکر کنم، من باید این رو دور بندازم، بیشتر میاد تو سراغشون و بیشتر تو زندگیشون بولد میشه. در نتیجه افکار منفی رو تو ذهنتون نبندید، بذارید راهش باز باشه، فقط بهش بی‌توجه باشید. کمتر به مشکلات اهمیت بدهید، بیشتر به راه حل اهمیت بدهید. کمتر به فکر افراد اهمیت بدهید، بیشتر به فردی که میخواید بهش تبدیل بشوید اهمیت بدهید. کمتر به زمان بندی اهمیت بدهید، بیشتر به کیفیت کارهایی که انجام میدید اهمیت بدید. یعنی اینقدر نگید که من حتما باید امروز این کار رو میکردم، چرا نکردم، چرا مثلا الان دیر شده. اینا اشکال نداره، شما اون کار رو انجام بدید و بیشتر فکر کنید که من الان این کار رو باید چجوری انجام بدم که بهترین حالت ممکنش باشه. یک اصل دیگه‌ای که خیلی خیلی مهمه برای کاهش بردن کمالگراها به سمت ناراحتی و افسردگی، و این اصل مهم اینه که در هر لحظه‌ای که زندگی می‌کنید 2 چیز رو در نظر بگیرید. اول از همه این که در اون لحظه یک عاملی برای شادی خودتون پیدا کنید. مثلا من الان بعد از اینکه فیلم یوتیوبم رو بگیرم میخوام برم رستوران، پس در نتیجه الان تمام ذهن من اینه که میخوام برم بیرون، غذای خوب بخورم، غذای خوشمزه بخورم، با اونایی که دوستشون دارم حرف بزنم و از هوای بیرون لذت ببرم و برگردم خونه. پس در نتیجه من به خوشی لحظه‌ام فکر میکنم. و مورد بعدی اینه که وقتی شما وارد یک کار سخت شدید، مثل همین اینترنتی که حالا مداخلش هستید، اینقدر فکر نکنید که الان روتیشن بعدی چی میشه، الان ماه بعد چی میشه، و یه جورایی فقط به لحظتون فکر بکنید. یه جمله که از یکی از امام ها من شنیدم، از امام علی شنیده بودم، این بود که میگفتش که طوری زندگی بکنید که انگار فقط یک روز زندگیید و در این حال طوری زندگی بکنید که انگار 1000 سال زندگیید. و این مفهومش اینه که شما باید برنامه ریزی رو داشته باشید، برای آینده یه سری اهدافی چیده باشید، ولی اینقدر به این فکر نکنید که فردا چی میشه، هفته بعد چی میشه، ماه بعد چقدر قرار سخت باشه، چون هیچ وقت نمیتونید تو اون پیش بینی که انجام بدی هیچ وقت 100% درست در نمیاد. خیلی وقتا ما از خیلی‌ها شنیده بودیم که روتیشن جراحی توی اینترنی از همه روتیشن ها سخت‌تر هستش، از خیلی این مورد رو شنیده بودیم، ولی وقتی که اومدیم داخلش دیدیم خیلی محیط و فضا اوکی هستش و واقعا خوش گذشت بهمون. در نتیجه پیش بینی که حالا شما خودتون طبق داده هایی که بهتون میرسه یا خودتون فکر میکنید هیچ موقع 100% درست نیست. پس در نتیجه باید حتما حواستون به این باشه که در لحظه زندگی بکنید، در لحظه شادی بکنید و هر راه حلی و هر مشکلی هم که تو همون لحظه به وجود میاد رو براش راه حل بچینید. خیلی نکات زیاد هستش، فقط من چند تا چیز رو بهتون بگم. یکی چیز خیلی مهمی که هست اینه که به نتیجه فکر نکنید. خیلی از ما کمالگراها وقتی میخوایم بریم سخنرانی انجام بدیم، میخوایم بریم مثلا مورنینگ یا کسی رو مثلا ارائه بدیم و اینا، اینجوریم که نکنه من برم اونجا توپق بزنم، نکنه مثلا بقیه بهم بد نگاه کنن، نکنه روسری کج بشه. این میگه که همین که شما میری سخنرانی میکنی، همین که میری کار رو انجام میدی، خودش یه دنیا هستش. این که حالا واسهش توپق بزنی فلان 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 اصلا مهم نیستش. همین که داری این کار رو انجام میدی برات باید پر اهمیت باشه و به خودت افتخار بکنی و به بقیه‌ش هم فکر نکنی. یعنی ترس از این که من توپق میزنم بیشتر باعث میشه که تو توپق بزنی. یه جورایی به نتیجه فکر نکردن خیلی بحث میکنه. یک چیز دیگه هم که میگه اینه که خیلی به ارتکاب اشتباهتون فکر نکنید. خیلی از ما کمالگراها وقتی که یک اشتباهی در حالا گذشته داریم با یک کسی حرف میزنیم ولی حرف دلمون رو بهش نمیزنیم، یا چه میدونم با یکی بدجور حرف میزنیم، یه کاری رو خیلی خوب درست انجام نمیدیم،
میایم و با خودمون میشینیم فکر میکنیم، ساعت ها با خودمون فکر میکنیم، یه جوری اوورتینکر میشیم و این مغزمون هی خط خطی میشه و هیچی هم درست نمیشه. هر موقع که احساس کردید که زیاد دارید در مورد یک مسئله فکر میکنید، در مورد یک مسئله که در گذشته به وجود اومده نه در آینده، باید به خودتون بگید که اولا من اینطوری نباید بگید که من باید به اون فرد این رو میگفتم، بایدی در کار نیستش. به خودتون آسون بگیرید. میتونید از این جمله استفاده بکنید، میتونید بگید که میشد این جمله رو به اون فرد بگم، نه که باید این جمله رو بهش میگفتم. حالا که نگفتم، پس در نتیجه سعی میکنم در دفعه بعدی این جمله رو محترمانه تر بهش بگم. وقتی که اینو به خودتون میگید بارها یا مینویسیدش، باعث میشه که هم خودتون رو سرزنش نکنید و این مغزتون کلافه نشه و هم در آینده به اون فرد بگید و نتیجهش رو ببینید. و نکته آخر هم بهتون بگم و خب میگم نکات خیلی زیاد هستش. اگر از این نکاتی که حالا تا الان بهتون گفتم خوشتون اومد، برام کامنت بکنید، نکات بیشترش رو هم بهتون توی یه پارت دیگه توضیح میدم. الان آخرین پارت رو میخوام بهتون بگم و در مورد این هستش که خورده عادت برای خودتون ایجاد کنید. کتاب خورده عادت‌های استفان گایسر یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های سال بوده و در مورد صحبت میکنه که افرادی که کمالگرا هستن اگر خورده عادت نداشته باشن و مغزشون بیکار باشه، دچار اوورتینک میشن و خب مغزشون کلافه میشه و کم کم به سمت افسردگی و ناراحتی و اضطراب میشن. پس هرچه برای خودتون خورده عادت ایجاد کنید. این به این معنی هستش که در روز برای خودتون یک دفتر برنامه‌ریزی داشته باشید و از صبح تا شب رو برای خودتون برنامه‌ریزی کنید. سعی کنید افرادی که کمالگرا هستید کمتر تو فضای مجازی باشید. فضای مجازی مخصوصا اینستاگرام برای شما مثل سم عمل میکنه، پس هر چقدر بیشتر باش مواجه داشته باشید بیشتر مغزتون خراب میشه. سعی کنید برای خودتون فعالیت‌ها و سرگرمی‌های مفید ایجاد بکنید. از صبح که بیدار میشید 1 ساعت یا 2 ساعت برای خودتون فعالیت‌های مفید رو بنویسید. ورزش رو حتما توی این خورده عادت‌ها قرار بدید. ورزش کردن، آشپزی کردن، خوندن یه رمان مفید، خوندن یه کتابی که در جهت توسعه فردی هستش، مطالعه، کار کردن، چه میدونم کلی کار دیگه هستش که میتونید برای خودتون به عنوان خورده عادت در نظر بگیرید. امیدوارم که این نکات تا الان برای شما مفید بوده باشه، اما اگر نکات بیشتری خواستید من نکات خیلی بیشتری هم توی حالا دفترچه‌م یادداشت کردم. اگر دوست داشتید میتونم توی پارت بعدی ادامهش رو براتون توضیح بدم.